شام 22 اپریل در منطقه مرزی وروخ اسفره و اقصای بادکن میان ساکنان ماجرا برخاسته است. جانب با یکدیگر را به سر زدن این حادثه متهم میکنند. مقامات مرزبانی قرقیزستان گفتند که یک شهروند توجیک ساکن دهه وروخ اسفره یک پسر 8 ساله ساکن دهه اقصای را غیر قانونی بازداشت کرده است، ولی مقامات توجیک این را رد کرده و میگویند که ساکن اسفره آن شهروند قرقیزستان را برای شکستن شیشه اکسکاواتور خود بازداشت کرده و مقامات حفظی حقوق تاجیکستان تسلیم نموده است. بنابر خبر رسمی مقامات مرزبانی قرقیزستان ساعت تخمینا 9 شام 22 اپریل یک ساکن وروخ یک پسر 8 ساله ساکن دهه اقصای قرقیزستان را حدود نیم ساعت با خود نگاه داشته سپس به مقامات حفظی حقوق تاجیک تسلیم کرده است. مقامات تاجیک به نوبت خود پسرک را به والدینش برگرداندند. مقامات و ساکنان جماعت وروخ همزمان دعوای جانب قرقیزستان در مورد قانونشکنی شهروندان تاجیکستان را رد میکنند. غفورجان جورایف رئیس محله تاجیکان جماعت وروخ روز 23 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت شام دیروز ساکنان دهه اقصای شیشه های یک اکسکاواتور جانب تاجیکستان را شکستند و به چندی از ماشین های مسافربر ضرر رساندند. چنین حالت خشم ساکنان را به وجود آورد و چند جوان وروخی یک ماشین قرقیز را ضرر رساندند. کارمندان شعبه کارهای داخلی زود حاضر شدند و 3 نفر از ساکنان وروخ را بازداشت نمودند که حالا در بازداشتگاه هستند. افزود وی در شرح حادثه. این مقام محلی همزمان افزود که صبح امروز وضع در وروخ آرام است و هیچ تنشی از جانب محل‌های قرقیزنشین به نظر نمی رسد. یک ساکن محلی هم صبح 23 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت آن ساکن وروخ پسرک را غیر قانونی دستگیر نکرد، بلکه بعد آنکه آینه تریزه تراکتورش را با سنگ زده شکست به دست مقامات حفظی حقوق سپرید. دیرتر پسر بچه به طرف قرقیز سپریده شده است. در پی این حادثه ساکنان دهه اقصای شب گذشته روی وروخ را بسته بر رفت آمد نقلات ساکنان وروخ مشکل ایجاد کردند. به گفته ساکنان وروخ به سوی ماشین‌های همدیگر سنگ اندازی کرده آینه‌های چند ماشین را شکستند. همزمان مقامات مرزبانی اسفره و بادکن در جای مناقشه ملاقات کرده از احتمال بزرگتر شدن مناقشه جلوگیری نمودند. در ملاقات به رعایت توافق به دست آمده در ماه مارس عاید کار نگرفتن از اسلحه در حل بحث‌ها و برای مکالمه حل کردن آنها تاکید شده است. به گفته ساکنان وروخ حال وضع در محل مناقشه آرام بوده. مقامات میان ساکنان کارهای فهماندهی میبرند.